روزنامه کردستان به هجمار 681 به زمان عربی و 222 به زمان کرمانجی دیکی مها حزیران سال 2022 هاتا بلاف کرن. مانشیت سرکه دروپلا یکمین دا بحثا کار گر هشتان یا جیوینا کومیتا دستوری لسوریه کرد. هر وها بحثا پروژه انجمن نشتمانی کرد لسوریه یا کو پیشکش ولات فرانسی کری هات. شان دا انجمن نشتمانی کرد لسوریه جه سروک اوفیسا پیوندین دروا و اندام کومیتا بچوک یا کومیتا دستوری سوری کامیران حاچو و اندام اوفیس ابراهیم برو پیک دهات. لگوری کو ابراهیم برو راگهاند کش بر راوستاندنا اپراسیونا ترکیه انا کسه پروژه پیشکشی ولات فرانسی کر و تیدا داخواست کر کو بلا کادرین پککه 30 کیلومتران دور سینور وکشن و دور را دستی انجمن نشتمانی کردی لسوریه بکه و به هماهنگی لگل انیا آشتی و آزادیه و خلک دوره انا کسی و دوره بریوا ببه. هر وها دروپالا یکمین ده هات لشگر روج نامه یک آراسته سروک کردستان مسعود برزانی ببونه در بسبونه 6 سالی ده سر تولیبونه برزانی جریزین پیشمرگره. دروپالا دوامین ده هات کو محمد اسماعیل اندام پولیت بیروی پارتی دموکراتی کردستانی سوریا سردانا دزگهن راگهاندنه ین پدکسه کر و تکس کر کو راگهاندن راست و راستی و ایش و آزارن خلک بلاف دکه. هر وها داخوازا پابندی بونه به پرانسیپن راگهاندنه و پاراستنا مافین مروان کر. ده همان رو پلیدا چالاکین جدا جدا ین پارتی دموکراتی کردستانی سوریا و رواندنا زاروکین جیر 18 سالی لروجاوای کردستان جالی میلیسیم پیده و هات. در روپالا سیامین دا جیوینا نونرتیا انا کسی لحرما کردستان لگل نونرن انجمن نشمانی کرد لسوریه دناو اتلاف دا هات. ده همان روپاله دا سالوگر دهمین یا خبتکار عبدالرحمن آلوجی هات. ده روپالا چاران دا ریپورتاجک ده بناو باسکن پککه لسوریه خلکن نچار دکن کل چند باجار و باجاروکن روجاوای کردستان درکون و وینین سروک پککه عبدالله و جلان بلند بکن و تکازیه لسر هبونا پککه لسر خاک روجاوای کردستان دکه. دروپالا ششان دا سالوگر چل و ششمین یا شورش گلانه هات. دروپالا هشتمین دا دکتر عبدالحکیم بشار جیگر سروک هفپمین نشتمانی یا هیزن شورش و اپساسیون سوریه نشان بویا که کر کو پککه بکریارن خواه و بلند کرنا وینین سروک وانا دا خوازج ترکیه دکه کو درباسی ناوا خاک روجاوای کردستان ببه. دروپالا دهان دا علی شیخ و بحثا دیروکا روشنبری کردی لروجاوای کردستان کر. هر وها هلبستک نجات سعید ده بناو خطوط الغیب به زمان عربی هات. ده هر دروپل 12 و 13 دا چند گوتارن جدا جدا هاتن محمد رجب رشید، شاهین احمد و عزالدین ملا. دروپل 16 و داویدا سندیکای روزنامه‌وان کردستان سوریه داخویانیاک بلاف کر کو کارمندن رادیو ریباز پابندن به همی یاسا و پرانسیپن راگهاندنه و وکا پیشمرگان بیماندیبون کار دکن. بشه زمان کرمانجی 4 روپلان پیکته و دروپلا یکمین دا ناو نشان سرکه پککه و پیده هنجتان ددن ترکیه دا کو ایرشی دورا کردی بکه و دروپلا دوامین دا رواندن زاروکان جالی جوان شورش گروا جبو لشگریان نچار دکوه چارچووا تاوان شردهات. دروپلا سیامین دا گوتارا ماهر حسن ده بناوه جن چاو بدست پککه هاتن تیرور کرن و تیدا بحثا دیروکا جنان و کشتناوان لسر دست سرکردین پککه دکه. دروپالا چاران و داویدا بحثا شورشا ایلونه و دیروکا شورشه و باندورا خواه لسر حرما کردستانه و هر چار پارچین کردستانه کر.